سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. پروردگارا، بر روح مقدس محمد صلی الله علیه و سلم رحمت فرست و معرفت و فضیلت این ماه را به قلب ما الهام فرما و بر روزه‌ای که پسندیده ذات مقدس تو باشد توفیقمان بخش. پروردگارا، عبادت ما را از ریا و تظاهر پاکیزه دار. پروردگارا، نام ما را در گروه قرار بده که ارکان و وقتهای نماز را نیکو داشته و با ارحام خویش به نیکوکاری و مساعدت رفتار می نمایند. پروردگارا، یار ما باش تا در سایه عبادت و طاعت به تو نزدیک شویم و به ما صلاحیت عطا فرما تا از برکاتی که به اولیای خویش نوید داده‌ای بهره‌مند شویم. پاداش بندگان پارسا، نمازگزار و روزدار را نصیبمان فرما. پروردگارا، این ماه را برای ما همدمی مبارک و فرخنده قرار ده. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. شرط قادر بودن به این معنا است که یک نفر مسلمان توان گرفتن روزه را داشته باشد. بالای آن گرفتن روزه فرض می گردد. ولی مریضانی که توان گرفتن روزه را ندارند و با گرفتن روزه وضعیت صحی آنها برهم می خورد و دکتران برای آنان گفته باشد در صورتی که روزه بگیرند به وضعیت جسمانیشان ضرر می رسد. در این صورت گرفتن روزه بر آنان فرض نبوده و هر زمانی که از مریضی بهبود یابند و عذر موجود مرفوع گردیده به گرفتن روزه قضایی آن اقدام نماید. امراضی که خوردن روزه را بر توصیه دکتران معالج معتدین جواز دانسته عبارتند از امراض سل، امراض صدری، امراض معده، امراض روانی که انسان به گرفتن روزه از حالت نرمال خارج می گردد و غیره امراض خطرناک و مضر. اگر شخصی فقط به اساس و هم خیال خود که گویا روزه او را مریض می سازد و یا بیماری او را افزایش می دهد در حالی که آن را تجربه هم نکرده و نه دکتر متخصص برایش مشوره داده روزه نگیرد، گناهکار بوده و باید کفاره آن را هم بپردازد. کبرسن بعد این معنا است آنیده از مسلمانانی که توانمندی گرفتن روزه را از دست داده باشد به اساس این حکم الهی در سوره بقره آیت 184 پیران کهنسال و زنانی که نتوانند روزه گیرند پس باید فدیه بدهند. همچنان این حکم شامل حال آنیده از کسانی می گردد که به امراض مزمن که علاج دوباره آن غیر ممکن باشد بر آنان گرفتن روزه فرض نیست. در بدل آن می تواند فدیه دهند که سیر کردن هر یک نفر مسکین می باشد.
مجاهدی که مصروف جهاد کلمت الله و دفاع از مقدسات وطن باشد، گرفتن روزه بالای آن فرض نیست. می تواند بعد از اینکه امور مجاهدتش را به پایان رسید به گرفتن روزه اقدام نماید. مسافر: برای مسافر بر اساس حکم آیت مبارکه در سوره بقره آیت 185 کسانی که از شما مریض و یا در سفر باشند شمار روزهای دیگر آن را بگیرد. جواز دارد که روزه را افطار نماید. علما حدود مسافتی که به سفر به شمار می آید را 4 برد برآورده نمودند. هر برد عربی برابر است با 22 الی 176 کیلومتر. در نتیجه مسافتی که احکام سفر به آن تعلق می گیرد برابر است با 4 برابر این مقدار، یعنی 88 تا 704 کیلومتر. زنانی که حامله اند و می دانند که با گرفتن روزه برای حمل و خود آن ضرر می رسد مکلف به گرفتن روزه نیستند. اگر زن شیرده گمان غالب کند که در صورت روزه گرفتن ضرر شدید به طفل وی خواهد رسید، اجازه دارد روزه نگیرد. صرف قضایی روزه بر آنها فرض است. زنانی که به دوره حیض و نفاس باشد جواز ندارد که روزه بگیرند. اگر زن حایض و زنی که در نفاس است روزه بگیرد، روزه های آنها صحیح نیستند، چون یکی از شرط صحت روزه پاکی از حیض و نفاس است. بر آنها قضا واجب است. اگر روزدار از شدت گرسنگی به خاطر زندگی و یا خطر فتور در عقل باشد می تواند روزه نگیرد. اگر به علت مهنت و مشقت احتمال مردن یا ظالم بر کسی جبر کند که اگر روزه گرفتی تو را خواهم کشت یا به سختی تو را لت و کوب خواهم کرد و یا یکی از اعضای بدن تو را قطع خواهم کرد، اجازه است که روزه نگیرد. اگر بیهوشی بر کسی طاری گردد و چند روز دوام کند، در این صورت قضای روزهایی که مانده واجب است. اگر جنون بر کسی طاری گشت و از آن هیچ وقت بهبود نمی‌یابد، از گرفتن روزه معاف است. قضا و فدیه واجب نمی باشد، ولی اگر بهبود یافت قضا بر وی واجب است. سیتی وال میدیا را دنبال نمایید.